سلام، خیلی خوش اومدی به قسمت 5 از آموزش هنگرام، اونم از پایه. انقدر که بهم تو دایرکت گفتید قطعه مدیتیشنی مگه اصلا قطعه مدیتیشنی آسون هم داریم؟ و جوابم به همه شما بله هست و امروز میخوام یه قطعه مدیتیشنی خیلی راحت ولی جذاب بهتون آموزش بدم. خب اول از همه بیا بالا. قبل از اینکه بریم سراغ آموزش این مدیتیشن یه سری نکات ریزو من باید بهت بگم. اول از همه اینه که من این ویدیوهایی که دارم توی یوتیوب آپلود میکنم برای آموزش صرفا جهت اینه که ببینی این سازو دوست داری یا نه، ولی بعد از اینکه متوجه شدی این ساز همون ساز رویاهاته، میتونی حتما به پیج اینستاگرام من بیای و توی دایرکت شرط کلاس ها رو بپرسی، چون من هم کلاس های آنلاین هم کلاس های آفلاین و حضوری در تهران رو دارم. اگرم دوست داری که ویدیوهای جذاب بیشتر از من توی یوتیوب ببینی، حتما چنل من رو سابسکرایب کن و لایک هم یادت نره. هر جام که برات سوالی پیش اومد یا ابهامی تو ذهنت بود میتونی تو کامنت ها از من بپرسی تا من در اسرع وقت پاسخگو باشم. حالا بریم سراغ آموزش. خیلی راحته ولی باید با دقت بهم گوش بدی. اول از همه باید بهتون بگم در مورد آموزش این قطعه شما باید حتما مترونوم مثل همیشه پیش خودتون داشته باشید. حالا همیشه فکر میکنم روی حالت دیفالتی که داره خود مترونوم 4/4 هست، یعنی 4 تا ضرب در هر میزان، ولی ما تو این قطعه 3/4 به دردمون میخوره. حالا اگر نمیدونی چجوری باید با مترونوم کار بکنی، حتما تا هفته بعد یه ویدیو در مورد مترونوم قراره تو این چنل آپلود بشه، پس حواست باشه و باید اون زنگوله کنار سابسکرایب رو بزنی. پس ما 3 تا نوت در اول کار، اول قطعه باید اینو بدونیم 3 تا نوت داریم و یعنی باید 3 تا ضرب تو هر میزان بخواد اجرا بشه، 3 تا ضرب سیاه. پس میایم نگاه کن 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 و هر کدوم از حرکت هایی که میخوام بهت بگم و بعد 4 بار اجرا بکنی و وسطش هم به شما مکس نکن و برای همینه که میگم من مترونوم استفاده کن که همه چیز منظم تر بخواد بره جلو. پس ما توی اول قطعمون، اولین میزانی که تو قطعمون داریم نوت های لا دو می هستن که اگر نمیدونی اسم نوت ها چیه توی لینکی که توی دیسکریپشن گذاشتم کلیک کن، تپ کن و برو اونو ببین، چون اسم نوت ها رو و عددشون رو گفتم و یه سری مقایسه کردم. پس اونجا میتونی اسم نوت ها رو متوجه بشی. ولی اگر بخوام سریعتر بهت راهنمایی بکنم اینه که قسمت سمت راست سازت، اولین نوتی که سمت راست هست با صدا چکش بکن، لا، دو و دومین نوتی که سمت راست سازت هست و می، دان. اوکی، پس لا دو می 1 2 3 1 2 3 و بعد 4 بار اجرا بشه دیگه. تو قطعه‌ای که ما داریم هر کدوم از حالا پترنایی که ما داریم اجرا میکنیم بعد 4 بار اجرا بشه. خب بعد از اینکه دیدی با این قضیه اوکی و دیگه مشکلی نداری و باش راحتی، مترونوم یادت نره و دیدی اوکی و هیچ مشکلی نداری، هیچ گیری نداری، میتونی بری سراغ بعدی. و یه نکته خیلی ریزی رو بخوام تو پرانتز بهت بگم اینه که برای اجرای لودو تو از انگشت شست و انگشت اشارت میتونی استفاده بکنی. یعنی من الان دارم این کار رو انجام میدم، ولی اگر تو میخوای اجرا کنی، اگر هر جور که دوست داری میتونی اجرا کنی، یعنی میتونی هم شست تو با اشارت داشته باشی، هم میتونی شست تو با انگشت وسطت داشته باشی. این دوتا انگشت راحت ترین انگشتایی هستن که میتونی تو اینجا حرکتشون بدی. پس یادت باشه دست نچسبونی. یه نکته دیگه اوکی، پس بلند میکنی و اجرا میکنی. و برای نوت می
دیگه نیازی نیست از این دستت استفاده کنی، بخوای بچرخونی، زمانو از دست بدی، انرژی بیشتری از دست بدی. نه، از این دستمون که بیکار استفاده میکنیم، خیلی ایزی و راحت. ولی از کدوم انگشت میتونی از انگشت اشارت استفاده کنی که خیلی راحت تره. لا دو می لا دو می لا دو می 1 2 3 1 2 3. حالا برای حرکت بعدی که داریم میتونیم لا سی فا رو داشته باشیم. لا سی فا، اونم به همون ترتیبی که اینو رفتیم، با همون هر عددهای انگشت، همون انگشتا میتونیم این ور داشته باشیم. و یعنی شما میایید دست راستتو میاری این سمت، دوتا نوتی که سمت حالا بدن خودت هست، لا و نه ببخشید سی و ر، میتونی اجرا کنی با همون شست و انگشت وسط یا انگشت اشارت. که من میخوام این یکی رو با انگشت شستم و انگشت وسطم اجرا کنم چون راحت تره برام. سی ر سی ر سی ر سی ر. خب و فا رو داشته باشم. پس میام با دست چپم هم فا رو اجرا میکنم. 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3. So پس ما اومدیم اینو داشتیم تا الان 1 2 3 1 2 4 بار، 4 1 2 3 4. اوکی؟ و حالا این قسمتش میتونه یه خورده حس و حال مثبتی بهت بده تو اجراش. یعنی انگار صدایی که داری میشنوی یه صدای مثبته. اینجا انگار یکم حالت تاریکی و غم داشته، میبینی؟ و ریز داره میره سمت اون امیده. اوکی، نوت بعدی که میخوایم داشته باشیم چیه آقا؟ این سه تا. میبینی یه حس، مثلا برای من خودم رنگ طلایی و زرد و اینا رو تداعی میکنه، یه چیز آسمونی، یه چیز الهی و احساس مثبتی به خود من میده. پس اینو داریم دیگه. 1 2 3 1 2 3 1 2 3. دوباره با همون انگشتا، شماره انگشتا همون تعداد، یعنی 4 تا باید دوباره اجراش بکنی. و بعد از این که دیدی اینم که اوکی، حالا میری سراغ مرحله آخر. مرحله آخر چیه؟ شما رفالا رو داری. رفالا چیه؟ رفالا اینه. خیلی ترکیب صداش به نظر من قشنگ شد و تو هم به نظر من نظر تو توی کامنت ها به هم بگو که من همه کامنت ها رو قطعا میخونم. خب پس ما اگر اینم بهت بگم، ما وقتی میخوایم این قسمت رو اجرا بکنیم دیگه خب نمیایم با این دسته رو میخوایم اجرا بکنیم چون اصلا میپیچه، اصلا خوب نیست و احتمال داره مچت هم آسیب ببینه در طولانی مدت. پس میایم یه کار اصولی تر میکنیم. آقا راحت چیکار بکنم؟ بیا بهت بگم. با دست چپت همین انگشت شست و انگشت وسط انگشت اشارت فرقی نمیکنه، بزن. خب بعدش با انگشت اشاره این دستت این نوتم بزن. 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3. آقا دان، بیا یه بار با هم گوشش بدیم ببینیم چی میشه. با مترون رو میخوام برات بذارم ببین چقدر خوشگل بشه. الان من به نظر شخص من سرعت 90 بی پی ام برای استارت شروعش خوبه. اگر احساس میکنی که احساس خوبی بهت میده، اصلا میتونی این قطعه رو تو این سرعت بخوای نگهش داری. حتی اگر فکر کنی بهت آرامش میده، اگر دوست داری میتونی بالا ببری. فکر میکنم 120 130 مثلا به جالب بشه بازم. حالا تست میکنیم ببینیم که چه اتفاقی میفته. بریم 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3. بعدی 1. هر کدوم 4 بار. خیلی خودم با این سرعت واقعا دوستش نداشتم. به نظرم خیلی آروم اومد و مناسب صرفا اینه که شما بخواین
باش تمرین انجام بدین. ولی اگر بخوایم تنظیمش کنیم روی 130، اگر دقت بکنین من گذاشتم 3-4 میزانشو، یعنی 3 تا ضرب تو هر میزان داریم. ببینید 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3. بریم با 130 تا اجراش کنیم ببینیم چی میشه. چهار بار. به نظر شخص من 130 تا یک سرعت خوبیه که به نظر من جذابه، حتی اگه بخوایم واسه مدیتیشن استفاده بکنین. حالا واسه کسایی که دیدن راه افتادن اوکی و هیچ مشکلی نیست و میتونن حالا چه ذهنشون و چه دستشون رو با هم دیگه مچ کنن و کنترل بکنن نواختنشون رو، یعنی عقب جلو نمیشه، منظم و هیچ مشکلی نداره و تمیزه. حالا میتونن که یه سری چیزای خیلی ریزی بهش اضافه کنن، مثلا 1 2 3 1 2 3 1 2. به هم انگار داری مستشون میکنی. یه همچین چیزی، یه همچین پترنی، یه همچین قطعه‌ای به نظر من اینم خیلی جذابه. یعنی اونی که من تا الان بهتون یاد دادم و شما الان دارین میتونین این کار رو انجام بدین، یه چیز خیلی بیسه. یعنی اگه بخوایم یه خورده لول اپش کنیم، یه خورده بخوایم قرتی ترش کنیم، میتونیم همین چیزی اضافه کنیم و خیلی جذابم میشه. و همین بریم سراغ سخن آخر. سخن آخر این هست که اگر مثل دفعه پیش تو ویدیوی قبلی زبونم نگیره، بهتون بگم که امیدوارم این ویدیو براتون کاربردی بوده باشه و دوست داشته بوده باشیدش، و اینکه اگر به ویدیوهای انتقادی یا آموزش کاخون یا حتی فان و طنز علاقه‌مندی، بهت پیشنهاد میدم که پیج اینستاگرام من که آیدیش این پشته رو فالو بکنی، یا حتی اگر سوالی در مورد کلاس داشتی ازم بپرسی که منم تو اسرع وقت پاسخگو باشم. و اینکه چنل رو یادت نره سابسکرایب کنی، لایک کنی و زنگوله کنارش هم فعال بکنی که واسه یه پست بعد برات نوتیف بیاد و بتونی بیای ببینی و چکش بکنی، چون میدونی که اینجا آموزش رایگانه در مورد هنگ درام، مخصوصا برای کسایی که تجربه اولشون از موسیقیه. پس اینجا میتونی هنگ درام رو رایگان با من یاد بگیری.